سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیدم و داخل این ویدیو میخوایم روی توضیح‌های دبیان و اوبونتو بیس پکیج نصب بکنیم. ما داخل اوبونتو و دبیان 3 تا پکیج منیجر داریم. دی پکیج رو داریم، apt داریم و apt get داریم. و معمولا چیزی که داخل اینترنت میبینید اینه که از apt get یا از apt داره استفاده میشه. تفاوتاش چیه؟ دی پکیج دی پی کی جی یه مقدار آندرلاین داره عمل میکنه، زیر لایه ها عمل میکنه، کاری بهش نداریم، بحث زیر ساختی خود لینوکس ظاهرا تا جایی که من خوندم. یه دونه apt get میمونه و یه دونه apt نسخه جدیدتر نسخه جدیدتر apt get و توصیه هم میشه به از apt استفاده کنید. حالا برای نصب کردن مشابه آنچه که در فدورا انجام دادیم ما میزنیم apt-h. من بیام بخونم ببینم هلپش چیه. این یه قاعده کلیه برای تمامی ابزارها. ما باید عادت بکنیم هلپ رو بخونیم تا انقدر سراغ گوگل نریم، به خاطر دو چیز. یک، خب یه عادت خوندن داکیومنت داخل خودمون تربیت کردیم، یه عادت برای خودمون به وجود آوردیم. این باعث میشه ما معمولا به آخرین تغییرات آگاه باشیم تا صبر کنیم یکی دیگه بره بخونه داخل گوگل بذاره. دو، کار بالتریه. کلا خب منوال یا هلپ خوندن خیلی ایزی تر از گوگل کردن دیگه. حالا بخیر، برای سرچ کردن نوشته سرچ ما میتونیم با apt سرچ کنیم، با اینستال میتونیم اینستال کنیم، با ریموو میتونیم ریموو کنیم. بیدم اوتو ریموو داره نوشته automatically remove all unused packages. کاری به این نداریم. این برای زمانی که شما یه پکیجی رو پاک میکنی بعد اینو بعدش میزنی که اون دیپندنسی هایی که دیگه نیازی بهشین یا استفاده نشدن پاک بشه. برای نصب کردن من میزنم apt search vlc، ببینم داخل vlc هست. بله، یا عالم vlc اینجاست و محض رضای خدا آره اینا نوشته vlc کالی لست snapshot. اسمش ممکنه برای شما متفاوت باشه به خاطر اینکه من داخل یه سرورم و این یه مقدار ساختارش مختص به خودشه، اما ممکنه برای شما اینجا یه سری توضیحات اضافه نوشته باشه. اما نکته مهم اینه که اسم پکیج یکسان. حالا که اسم پکیج یکسانه من میزنم apt install vlc. اوکی، اینتر میزنم. یه دو تا نکته بگم. من اینجا سودو رو نمیزنم به خاطر اینکه من همین الان داخل این سرور با روت وارد شدم. اگر شما یوزر عادی هستید من القاعده نیاز دارید سودو رو بزنید. اوکی. نکته دوم، برخلاف فدورا که ان بزرگه دیفالت اوبونتو وایه، یعنی اگر من الان اینتر بزنم نرم افزار رو نصب میکنم. مشابه آنچه که در فدورا رخ داد الان داره بهم میگه که آقا من این اطلاعات هست، این پکیجا، این فلانه، این پکیجا نصب میشه، هیچی آپگرید نمیشه، 22 تا نصب میشه، اینقدر نیاز داریم که دانلود کنیم، بعدش هم 24.7 مگابایت از دیسکتون استفاده میشه. میخوای ادامه پیدا کنه من میزنم اینتر، بعد این میره و دانلود نمیکنه به خاطر اینکه 404 نات فاوند داره میده. ولی اگر بره دانلود بکنه تموم میشه و تموم میشه دیگه، اتفاق خاصی نمیفته. یا من بزنم apt install python 3 ببینم نداره. نوشته python 3 is already the newest version. پس نیازی هم نداره. یه چیزی بهتون بگم از پکیج منیجرها، ما بعضی وقتا نیاز داریم که، یعنی در اکثریت مواقع نیاز داریم ریپوزیتوریمون رو آپدیت بکنیم. یعنی چی؟ پکیج منیجر مثلا نسخه 3.11 یک رو داره، اما چیزی که آخرین نسخه ازش هست 3.13.2. من اگر آپدیت نکنم لیست apt رو، یعنی اون اطلاعاتی که از نرم افزار داره، دیفالت میره اینو نصب میکنه. اوکی، مگه اینکه من بهش یه ورژنی بدم که معمولا هم پیدا نمیکنه تا جایی که خاطرم است. اگر خیلی وقت سیستمتون رو آپدیت نکردید بزنید apt update. من apt update رو که بزنم
این میره لیست ریپوزیتوریا رو آپدیت میکنه، لیست اون نرم افزارهایی که داخل ریپوزیتوریا هست و یه سری تغییراتی هم این وسط مسطا میده و الان لیست ریپوزیتوریا رو برای من آپدیت کنم. الان میتونم نرم افزارم آپدیت کنم. اگر بخوام خود سیستم رو آپدیت کنم، آپگرید بکنم، میزنم apt upgrade و مشابه آنچه که در نصب کردن نرم افزار بود این یه سری اطلاعات به من نشون میده. بعد میزنه که میخوای نصبش بکنیم یا نه، که مثل که الان از من الان پرسید که من الان اگر بزنم 5 گیگابایت میره دانلود میکنه. من اینتر رو میزنم چون سروره، بعد سریع تموم بشه. امیدوارم واقعا سریع تموم بشه چون 39 دقیقه مونده. یه 20 ثانیه اینجا صبر میکنیم، اگه اوکی شد که چه، اگه نه که ولش کنیم. خب نه، چون سرعت دانلود الان 2 مگا 5 بخیر. و همین برای ریموو کردنم که apt remove اسم نرم افزار و اگر باشه میره پاکش میکنه. مشابه فدورا همه پکیج‌ها داخل این نیست، داخل ریپوزیتوری دیفالت اوبونتو و دبیان نیست. ما نیاز داریم از اسنپ یا فلت پک استفاده کنیم به سری وقتا و فلت پک هم اچ داره. ما میتونیم بزنیم فلت پک اینستال VLC یا اسنپ اینستال VLC و اتفاقی که میفته اینه که ما از طریق فلت پک اسنپ نصبشون میکنیم. اینا یه جورای پکیج منیجرهای اضافه ترن با کارکردهای متفاوت. مثلا فلت پک به ما قابلیت سند باکسینگ هم میده، خب امن‌تر نرم افزار نصب کردن باشه. همین ما چیزی که نیاز بود از اوبونتو برای نصب کردن پکیجامون بدونیم همینه. نصب کردن یه سری چیزا واقعا گوگل کردن میخواد، یعنی شما اگر نیاز باشه گو نصب بکنی، ما بزنیم apt install golang، این میره نصب میکنه ولی ممکنه ورژنش قدیمی باشه. ببینید الان داره 1.21 نصب کنه تا جایی که خاطرمه. گولنگ توی ضبط این ویدیو خیلی نسخه جدیدتر داره، بنابراین مجبوریم دستی چیزش کنیم. همین، امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره. سوالی بود یا کامنت بذارید یا داخل توییتر بهم بگید. خیلی مخلصیم. تا ویدیوی بعدی نمیدونم، یه مراقب خودتون باشید.